من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته و صحبه المنتجبین. اللهم صل على محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی را که امروز برای سخنرانی انتخاب کردم پیرامون روشنفکری و اینکه روشنفکر خود چی کسی است می باشد. یعنی می خواهیم بدانیم که وقتی این واژه روشنفکری یا روشنفکر به کار می رود مراد چیست؟ روشنفکر کیست؟ روشنفکر باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ قبل از هر چیز لازم است به این نکته اشاره کنم که واژه روشنفکری و یا روشنفکر از آن واژه هایی است که خیلی ها آن را به کار میگیرند، به کار میبرند، ولی متاسفانه معنای درست از آن در ذهن ندارند. حتی کار به جای رسیده است که وقتی میگویند روشنفکر منظورشان یعنی انسانی که شیک و کاستومی زیبا پوشیده باشد، گلستوک داشته باشد، موهاش پوشیده باشد، تحصیل کرده باشد، اینکه جای خود، گپ‌های بالاخانه‌دار زنند، پیش مردم به که گپ میزنند، گپ‌هایی زنند که هیچ کس نمیفهمد، شاید خودش هم نفهمد. بعد اصطلاحات به کار میبرند. یعنی همچنین انسان مردم خیلی نه روشنفکر. خب این در بین عوام، اما در بین خواص چی؟ متاسفانه در اون چی در بین عوام است، مردمی عامه است، خب عذرآفرین است، خب مردم نمیدانند. اما متاسفانه نزد خود ضیاعیان و تحصیل کرده های ما نیست. همچنین تصوری غلط هست از روشنفکر. مثل آن نیست. الان عرض میکنم وقتی آنها این کلمه به کار میبرند روشنفکر را، سه چهار تا ویژگی هست، صفت هست که حتما باید این صفت ها رو داشته باشه پیش آنها. مثلا اولا آدمی غربگرا باشد، این واقعیت دارد. یعنی وقتی سخن میگوید حتما لابلای سخنانش از کلمات انگلیسی یا روسی سخنانش آمیخته کند. بعد وقتی میخواد مثال بزند، بین ضیاعی ها و تحصیل کرده ها این سخنی که گفتاسیم رواج دارد. از روشنفکر یک همچنین تصور دارند. یعنی وقتی مثلا مثال میزنند از نمونه های والای انسانی، الگوها، حتما باید کی را مثال بزند؟ مثلا متفکرای غربی، شکسپیر، گیوته، سالتر، حتما باید گفت اینها رو. حتی اقل نامی چند تا اوروس رو بیارد، گفت تالستوی، مثلا داستایوفسکی و غیر مزالیک. یعنی هر کی باشد غیر از تاجیک و غیر از شرقی باشد. اگر از پیامبر مثلا با عنوان یک الگو مثال زند، وی روشنفکر حساب نمی‌شود، عقب افتاده حساب می‌شود. یا مثلا اینکه از بزرگان خودی ما مثال زنند، بگن نه این روشنفکر نیست، این عقب افتاده است. یکی دیگر از ویژگی ها، صفاتی که برای روشنفکر اینها پیش خود تصور دارند، این به نظر آنها روشنفکر یعنی شخصی که نسبت به دین آدمی سهلنگار است، بالاتر از دین است. یعنی مثلا شخصی که اعتقادی به هیچ دین و آیین و اینا ندارد.